به قسمت پنجم از سلسله مباحث اختلالات شخصیت رسیدیم. میخوایم اختلال شخصیت اسکیزوتایپال رو توضیح بدیم. سومین اختلالات شخصیت از گروه A اختلال شخصیت اسکیزوتایپال است. فرد اسکیزوتایپال یک فرد عجیب و غیر عادیه. ممکنه در ابتدای آشنایی فردی جالب به نظر بیاد، اما با گذشت زمان متوجه میشید که با فردی عجیب و غیر عادی روبرو هستید. چنین فردی دارای افکار و رفتارهای عجیب و غیر عادیه و هنگام حضور در یک موقعیت اجتماعی کاملا احساس ناراحتی میکنه و ممکنه چیزی بگه یا کاری انجام بده که دیگران او رو مورد تمسخر قرار داده و از جمع خود طرد سازن. فرد اسکیزوتایپال در طول زندگی تجربه زیادی در مورد طرد شدن از سوی دیگران داره و نسبت به این مسئله بسیار حساسه. رابطه با فرد اسکیزوتایپال علاوه بر طرد اجتماعی عواقب دیگری همچون استرس مالی رو نیز به همراه داره. شخصیت اسکیزوتایپال حتی ممکنه به شغلی سطح پایین با حقوقی اندک تن در دهد. البته افراد اسکیزوتایپال غالباً افراد بسیار خلاقی هستند و همین مسئله ممکنه موجب موفقیت آنها در برخی از مشاغل بشه. اسکیزوتایپال ها به پدیده های اسرارآمیز فوق طبیعی و دخالت اونا در زندگی افراد و نیز توانایی های جادویی، تلپاتی و ارواح سرگردان اعتقاد شدیدی دارند. اونا عقیده دارند که نیروهای فرازمینی بر وقایع روزانه افراد تاثیرگذارند. افراد اسکیزوتایپال غالباً به بهداشت و آرایش ظاهر خود توجهی ندارند، زیرا هر دوی این موارد از چیزایی هستند که موجب به هم خوردن تمرکز اونها پیرامون افکار و تخیلات عجیب و غیرعادی اونا میشن. همونطور که گفته شد، افراد مبتلا به این اختلال شخصیت باورهای غریب یا جادویی اندیشی دارن. مثلا این اعتقادو دارن که میتونن فکر دیگران رو بخونن و یا از آینده خبر دارن. همچنین افکار به خود بستن دارن. این باور که رویدادها به طریق غیرعادی به اونها مربوط میشه و به اونها وابسته هست. حتی اونا مکرراً دچار خطای ادراکی، یعنی ادراک‌های حسی نادرست یا ایلوژن میشن، مثل احساس وجود یک نیرو بر بدن خود یا حضور شخصی که به واقع در اونجا نیست. شخصیت اسکیزوتایپال طرفدار سفت و سخت طالع‌بینی، فالبینی و ادراکات فراحسیه. افراد مبتلا به اختلال اسکیزوتایپال ممکنه در گفتار خیش واژه‌ها رو به شیوه‌های غیرعادی و گنگ به کار ببرن. مثلا به جای آنکه بگوید گفتگو با این فرد کار ساده‌ای نیست، میگه یک انسان بسیار صحبت ناشدنی. اونا ممکنه با خودشون حرف بزنن. سر و وضع اونا نیز ممکنه عجیب و غریب باشه و لباس ژولیده و کثیف به تن داشته باشن. عواطف اونا به شکل محدود بوده و یا اصلاً دیده نمیشه. خیلی از اشخاصی که تشخیص اختلالات شخصیت اسکیزوتایپال گرفتند دچار اسکیزوفرنی نمیشن و فقط تعداد اندکی بعدها دچار اختلال اسکیزوفرنی میشن. گفتیم که شخصیت اسکیزوتایپال دارای خطاهای ادراکی یا ایلوژن هستند. در اینجا لازمه که یه توضیحی در مورد سه واژه مختلف دلوژن، ایلوژن و هالوسینیشن بدم تا تفاوت اونها مشخص بشه. دیلوژن به معنای هذیانه، یعنی باور غلط علی‌رغم شواهد آشکار. مثلا فرد باور داره که خودش یک رابطه شخصی خاصی با نیروهای فرامادی داره و از این قبیل و یا با ارواح سرگردان در ارتباطه.
ایلوژن به معنای خطای ادراکیه، یعنی فرد قادر نیست یک محرک خارجی رو به درستی تشخیص بده. مثلا سایه‌ای می‌بینه و تصور می‌کنه که غریبه‌ای در خونه است، در حالی که آن تصور فقط سایه پیراهن اوه که آویزون کرده. شخصیت اسکیزوتایپال به طور مداوم دچار ادراک‌های حسی نادرست میشه. و اما هالوسینیشن به معنی توهمه. در اینجا محرک خارجی وجود نداره، ولی فرد به غلط تصور میکنه که همچین چیزی وجود داره. مثلا صدایی رو میشنوه که اصلا وجود نداره، یا چیزی رو میبینه که اصلا وجود خارجی نداره، یا بوی رو استشمام میکنه که اصلا وجود خارجی نداره. یک فرد اسکیزوتایپال به دلیل طرد اجتماعی مزمن از هوش هیجانی یا ایموشنال اینتلیجنس، از هوش هیجانی پایینی برخورداره، همانند شخصیت اسکیزوئید یا منزوی. در نتیجه در روابط خود با دیگران قادر به درک دقیق نشانه‌های کلامی و غیر کلامی اونا نیست. همچنین او به دلیل آنکه بارها و بارها از سوی دیگران مورد تمسخر و تحقیر قرار گرفته، همواره با دیده شک و تردید به دیگران مینگره. متاسفانه افراد اسکیزوتایپال به ندرت بجز افراد خانواده خود با افراد دیگری رابطه صمیمانه دارند. نکته مهم اینه که فرد اسکیزوتایپال برخلاف فرد اسکیزوئید علاقمند به ارتباطی به دیگران است و از انزوا و تنهایی خود رنج میبره. و اما شکلگیری شخصیت اسکیزوتایپال: عوامل ژنتیکی، زندگی با والدین اسکیزوتایپال یا بدتر از اون زندگی با والدین اسکیزوفرنیا، به ویژه در اوایل دوران کودکی میتونه نقش مهمی در ابتلای فرد به اختلال شخصیت اسکیزوتایپال داشته باشه. حتی ممکنه والدین فرد اسکیزوتایپال افراد سرد و بی احساسی بوده باشن و در نتیجه سبب شدن که فرزندشون در تنهایی به دنیای تخیلات و فانتزی پناه برده باشه. به علاوه ممکنه والدین فرد اسکیزوتایپال افرادی خشن و تحقیرگر بوده و یا از داشتن چنین فرزندی احساس شرم می‌کردن و در نتیجه این فضا سبب شده که او در هراس از اذیت و آزار از اونا و از دیگران کناره‌گیری بکنه و به دنیای تخیلات روی بیاره. و اما ملاک‌های DSM-5 برای اختلال شخصیت اسکیزوتایپال: وجود 5 نشانه یا بیشتر در زمینه‌های مختلف زیر که از اوایل بزرگسالی آغاز می‌شوند. 1. افکار به خود بستند. Ideas of reference. یعنی چی؟ یعنی رویدادها و حوادث رو به طریق غیرعادی به خود ربط دادن. مثلا تصور میکنه که قسمت‌هایی از گفتگوی دیگران به اونا اشاره داره، یا آنچه در تلویزیون یا مجلات میخونه به نوعی به خود او اشاره داره. 2. باورهای غریب یا جادویی اندیشی، یعنی magical thinking، نظیر اعتقاد به ادراکات فراحسی. 3. ادراک‌های حسی غیرعادی، مثل احساس تحریف شده درباره بدن خویش، مثلا احساس وجود یک نیرو بر بدن خود. 4. الگوهای فکری یا گفتاری غریب و مبهم. 5. بدگمانی به دیگران. 6. رفتار یا ظاهر غریب و نامتعارف. 7. عاطفه ناهمخوان یا محدود داشتن. 8. نداشتن دوستان صمیمی در زندگی. و بالاخره 9. اضطراب از بودن در کنار دیگران که حتی بعد از آشنایی با اونا کاهش پیدا نمی‌کنه. به پایان این بخش رسیدیم. در بخش بعدی به اختلال شخصیت ضد اجتماعی خواهیم پرداخت. بدرود.